اشکان جون، سلام، خوبی؟ سلام عزیزم. چه خبر؟ سلامتی، کجایی؟ من خونم. زنگ زدم که دیروز چه جواب ندادی. بابا چرا دروغ میگی؟ قرار بود شارژ بفرسته. من دیشب بهت زنگ زدم، شارژ بهت فرستادم، دو زنگ زدم بهت دیگه، اسمت بهت دادم دیگه. تو به من شارژ فرستادی الکی میگی؟ میخوای به ثابت کن شارژ بهت فرستادم؟ گوشی خودم بهت فرستادم 10 تومانی. الان یعنی خط من شارژ کردی؟ آره دیگه، همین شماره که با این زنگ میزنم همین شماره. مطمئنی؟ بس چیزم دروغ میگم، شک دارم. باشه نگاه کنم. باش. الان میخوای نگاه کنی؟ نه بعد نگاه کنم. باش. خوبی؟ چه خبر؟ کجایی عشقم؟ خونه. شما کجایی؟ چیکار میکنی؟ هیچ. شکر خدا. چی داری بکنی؟ شام خوردی؟ نه. الان زوده، چرا؟ موقع شام نیست که. الان ساعت 10. الان ساعت 11 شام ماند. تو نمیگی من دلم تنگ میشه برات؟ خب گفتم که بگو بیام پیشتون. پیشم که نمیتونی، یه خورده مشکل دارم، فعلا نمیشه. چرا؟ حالا یه موقع من اومدم اونجا بهت زنگ میزنم. کی میای ایشالله؟ نمیدونم. نه دیگه، یه تایمی بگو که بدونم. هوا چطوره؟ هوا برفی. جایی نرفتی؟ نه بابا کدوم. سرده؟ آره. امشب زیر پتو کشتی بگیر دیگه. وای دیگه نگو. آره؟ آره دیگه 100%. نکنه صابون گلنار استفاده میکنی؟ چی؟ گلنار خواه استفاده نکنی ها؟ سمون کنه استفاده نکنم؟ آره. چی استفاده بکنم؟ میسوزونه. نه بابا. آره. میگه کی امتحان کرده میگه میسوزونه؟ خب شنیدن دیگه. شنیدن واقعی. ما سمون کنه استفاده نمی کنیم. پس چی استفاده میکنی؟ ما همزی طبیعی انجام میدیم. خیلی شد. یعنی چی، دوست دختر داری؟ نه بابا، میگه ما طبیعی انجام میدیم، اگه یکی باشه طبیعی. دیگه حرفتو